به نام خداوند بزرگ. درود به همه شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. خب امشب تو این ویدیو میخوایم در مورد استراتژی ایچیموکو YMS اسکالپر صحبت بکنیم. خب طبق معمول ایچیموکو رو ریچارد دارم و اندیکاتوری که اضافه کردم اینه، ببینید YMS اسکالپر، که این اندیکاتور رو بعد از چند ساعتی بعد از آپلود ویدیو در چنل آرشیو اندیکاتورهام با آدرس تریتیوی ایندیکیتورز قرار خواهم داد که بتونید دانلود کنید. خب اما به چه شکل هست نحوه استفاده کردن از این اندیکاتور و تایید گرفتن و تایید گرفتن از ایچیموکو؟ الان لایو مارکت هستیم و این اگه ببینید چارت یورو یو اس سی تایم فریم 5 دقیقه. ببینید دوستان، زمانی که این اندیکاتور دو خط داره، یه خط سرمه‌ای رنگ، یه خط بنفش، یه خط مشکی، زمانی که این دو خط کراس کردن همو، ما باید تاییدیه‌ای که در ایچیموکو داشته باشیم فلت کی-جنسن، فاصله گرفتن قیمت از تنکن-سن در چند کندل گذشته و چرخش تنکن، و این میشه تاییدیه ورود که در جهت بای میتونیم ورود کنیم. زمانی که این کراس ها در واقع رو به پایین باشن به فکر سل گرفتن هستیم، و زمانی که این کراس های دو مووینگ اندیکاتور YMS به سمت بالا باشه ما به فکر بای گرفتن باید باشیم با تاییدیه‌ای که از ایچیموکو میگیریم. خب این مثال الان لایو مارکت بود که اینجا ما تاییدیه بای صادر شده، میبینید روی این کراس تاییدیه بای به ما داده. اینجا میتونیم ورود کنیم، استاپ رو بذاریم اینجا. خب در گذشته هم یه بررسی داشته باشیم. در اندیکاتور YMS داریم میبینید و تاییدیه بعدی فلت کی-جنسن و تنکن-سن رو داریم که خیلی عالی هستش و میتونیم وارد ترید در جهت سل بشیم و میبینید که تیپی خیلی خوبی هم داده. باز یه مثال دیگه، اینجا میبینید باز کراس داریم و رو به بالا فلت کی-جنسن رو داریم و همچنین فلت تنکن-سن رو اینجا داریم. سیگنال بای بوده و میبینید که خیلی خوب تا یک کندل رفته بالا. خب باز اینجا رو ببینید، کراس داریم، منتظر میشیم تاییدیه بهمون بده. فاصله گرفتن قیمت از تنکن-سن اینجا رو ما داریم، میبینید قیمت فاصله داشته. فلت کی-جنسن هم داریم، میتونیم ورود کنیم و میبینید قیمت به سمت بالا رفته. همونطور که از اسم این اندیکاتور پیداست که به اسم YMS اسکالپر، بیشتر واسه اسکالپ در واقع میتونید استفاده کنید از این اندیکاتور. اینجا رو ببینید کراس داریم، به فکر سل باید باشیم. فلت همزمان کی-جنسن و تنکن-سن تاییدیه خیلی خوب به ما میده. کراس تنکن-سن و کی-جنسن اینجا دیگه میتونیم با خیلی راحت و خیلی کم ریسک تر ورود کنیم برای سل گرفتن. یک سیگنال اینجا ما داریم، سیگنال سل هست، ببینیم تاییدیه چی داده. فلت کی-جنسن، فاصله گرفتن چند کندل گذشته قیمت از تنکن-سن و دیدمون سل هست، همینجور هم اتفاق افتاده و قیمت ریزش خیلی خوبی داده. خب اما آخرین مثال، ببینید اینجا کراس داشتیم، به فکر بای باید باشیم. فاصله گرفتن چند کندل گذشته از تنکن-سن، فلت کی-جنسن و چرخش تنکن، و اینجا تاییدیه ورود در جهت بای بوده. استاپ رو اینجا گذاشته باشیم، میبینید که خیلی عالی در واقع تیپی خوبی را به ما داده. خب زیاد ویدیو رو طولانی نمی کنم، همین بود.
بیشتر به درد اسکل در تایم فریم 5 دقیقه میخوره دوستان. خب امیدوارم که این اندیکاتورم به دردتون بخوره. اگه ویدیو رو به ارزش دونستی خوشحال میشم لایک کنی. اگه اولین بار این ویدیو رو میبینی خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنی و با ما همراه باشی. تا یک ویدیو دیگه، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان دل.